میخواییم بریم دره زعفرانی که بهش رود طلایی هم میگن. آره علیا رفتیم آیا کاره من اینجا بگیم خیلی طورش ببخش اینجا اسمش چی بود؟ نمک زعفران. Ne ukköyeli okunana. Ama kot maleki o. باش. با دیدن باران خاک زرد که در ارتفاع قرار داره شسته میشه و به سمت پایین میاد. بعد اینو به زرد رنگ از روی گلوهای نمکی که در پایین قرار داره میگذره. بعد آب به مرور خشک میشه که با تابیدن نور خورشید به اون رنگ طلایی زیبایی حاصل میشه. در این یافتن رود زعفرانی رنگ در این قسمت اونو به رودخانه زعفرانی یا رودخانه طلایی هرمز معروف کرده. Usta دیدنش نیلینیه و عکساتون چه هم بود؟ وارنگا کی زود داد. بلید